در این روزها یک ویدیویی در صفحات مجازی و مدیا و رسانه‌ها دست به دست میشه و مطمئن هستم بسیاری از شما عزیزان اون را دیده اید. ازدواج یک مرد مسن یا به اصطلاح 60-70 ساله با یک دختر تقریبا ممکن شاید بین 14 و 15 الی 16 ساله. والله العظیم که آثار حزن و غم و اندوه و مصیبت در چهره این دختر تماشا میکنید، اون هم در روز عروسی. میخوام چند نکته کوتاه خدمت شما عرض بکنم. اولا به خاطر خدا ظلم نکنید. ظلم این نیست که شما یک شلاق بگیرید و فرق یک کسی بکوبید. آ جناب حاجی صاحبی که پول داری، آ جناب مولوی صاحبی که علم داری، آ جناب بزرگواری که قدرت داری یا در اجتماع جایگاهی داری، نکنید. به خاطر خدا ظلم نکنید. بزرگترین ظلم همیست که شما به حیات یک انسان بازی میکنید. بزرگترین ظلم همیست که حق مسلمی که رب العالمین برای یک انسانی داده من حیث انسان شما او را از او میگیرید و از او یک برده جور میکنید. ازدواجهای اجباری، ازدواجهای تحمیلی، ازدواجی که در او دختر رضایت نداره نکاح درست نمیشه. ازدواج یک عقد است. عقدی که یکی از طرفین راضی نباشه این عقد درست نمیشه. نکنید جلو این ازدواجهای اجباری را بگیرید در جامعه. مسئولین عزیزی که در رأس امور قرار دارید، والله همونطوری که در برابر اختطافچی، در برابر ظالم، در برابر سارق، در برابر کسی که نظم و انضباط جامعه را اخلال میکنه شما مسئولیت و مأموریت دارین، در برابر چنین ظالمای هم مسئولیت و مأموریت دارین. هزاران دختر در گوشه و اطراف این سرزمین قربانی میشه. چرا صدایتان بلند نمیشه؟ چرا اقدام عملی صورت نمیگیره؟ طرف به خاطری که پول داره، به خاطری که زور داره، به خاطری که شهرت داره، به خاطری که جایگاهی اجتماعی داره، یک دختر مظلومی 13-14 ساله و 15 ساله را به زور به عقد ازدواجش در میآوره. والا سید میگه پدرش راضی بود، وکیلش راضی بود. ولو که پدرش راضی باشه، ولو که مادرش راضی باشه، اگر خود این دختر راضی نباشه ازدواج صحیح نمی شود، این نکاح درست نمی شود. هر عالمی که در گوشه و اطراف افغانستان دلیلی داره میگه که این ازدواج ها درست است، ازدواج های اجباری و تحمیلی، و دختر راضی نباشه میگه این ازدواج درست است، بیا صدایش بلند بکنه، دلیلش بیان بکنه. نکنید. به نام خدا، به نام دین، به نام اسلام ظلم نکنیم، سوی استفاده نکنیم. او طفلک نازنینی که هنوز نو پا به عرصه جوانی گذاشته، هزاران آرزو و رؤیا در سر دارد، ما با چنین اقدام اشتباهی، با چنین انتخاب اشتباهی، با ازدواج اجباری و تحمیلی تمام حیات او را در باد میکنیم. هیچ ظلمی بالاتر از این نیست، هیچ جنایتی بالاتر از این نیست و هیچ ظالمی ظالمتر از این پدر و مادری نیست که با حیات فرزندش بازی میکنه و هیچ برادری ظالمتر از این برادری نیست که با حیات خواهرش بازی میکنه. چرا میگویید عقدی نکاح، عقدی ازدواج؟ ازدواج یک عقد است. والله العظیم که خداوند از فوق آسمان ها برای پیامبرش آیات نازل میکنه که ای پیامبر، تو هم که پیامبر هستی، عظیمترین انسان هستی، شایسته ترین انسان هستی، با اخلاق ترین انسان روی زمین هستی، به همسرانت بگو اگر نمیخواهن با تو زندگی بکنن، راضی نیستن از این زندگی با تو، راهشان باز است. این زندگی تحمیلی نیست، اجباری نیست. چه فرقی است بین این ظالمی که با حیات یک طفل 16-17 ساله بازی میکند و با او کسی که با یک مرمی یک طفل 16-17 ساله را میزند؟ او که همون لحظه درد و رنج احساس کرده از دنیا رفته، تمام شد، ولی ای که یک عمر باید در این آتش بسوزد و تو پدر نگاه بکنی و تو مادر نگاه بکنی و تو برادر نگاه بکنی که خواهر دخترت فرزند جگرگوشه در آتش و در تندور میسوزه. والا سید مجبور بودیم و عرف ما چنین است و سید از مجبوری این کار کردیم و دخترک والی صلاحیت داره که دختر خور به هر کسی که دوست داره بده. هرگز اسلام چنین صلاحیتی نداده برای والی که از صلاحیت های سوی استفاده بکنه.
پیامبر که پیامبر است از دخترش وقتی او رو به ازدواج میدن مشوره میخواه، نظر میخواه که دختر عزیزم راضی هستی یا نیستی. دختری نزد رسول الله میاد میگه یا رسول الله من راضی نیستم به این عقد، پدرم میخواه مرا به زور به برادرزادهش به عقد برادرزادهش در بیاورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه حق با تو است، پدر چنین حقی نداره. من متحیر به این هستم که چطور ما مسلمان هستیم، نماز میخوانیم، روزه میگیریم، قرآن هم تلاوت میکنی، ولی به همین قرآنی که تلاوت میکنید اعتقاد و باور ندارید. همین قرآن میگه همسران پیامبرم حتی مجبور نیستن با پیامبر زندگی بکنن. تا چی برسه با یک دختر 16 17 ساله رو که شما برمیدارید با یک مرد نسواری سیگریتی با کمال احترام به عزیزایی که سیگریت میکشن، نسوار میکشن، پان میزنن، چرس میزنن. یک نونهال، یک دسته گلی که او هزاران آرزو به رویا داره، هنوز تا به حالا نمیفهمه، اصلا معنا به مفهوم زندگی را نمیدانه. حالا سیب عرف ما همی است، رسم ما همی است، دین به ما اجازه میداد. کی گفته که دین به شما اجازه میداد؟ و هر کدام هم دلیل داره. والله عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها با رسول الله به سن خردسالی ازدواج کرده. اولا خود شما اگر کل اون روایات کنار هم بگذارید، اونگاه در میابید که عایشه چند ساله بوده با رسول الله ازدواج کرده. و ثانیاً همین عایشه اگر عیانا فرض مثال به حرف شما خورد بوده که الله تبارک و تعالی آیات نازل میکنه، ای عایشه، ای حفصه، ای همسران پیامبر، اگر دوست دارین با پیامبر زندگی کنین، ندارین راه باز است، هیچ کسی حق نداره به سر شما تحمیل بکنه. اگر راضی نمی بود با رسول الله صلی الله علیه و سلم، ازدواجش علیاذ بالله به تعبیر شما اجباری می بود یا به خردسالی صورت می گرفت، که عایشه دیگه نمی نشست بعد از نزول این آیت در خانه رسول الله. یا ایها النبی، ای پیامبر، قل لازواجک، بگو برای همسرانت، بگو برای عایشه رضی الله تعالی عنها، حفصه رضی الله تعالی عنها، ام سلمه رضی الله تعالی عنها، بگو برای همسرانت ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. راه برای شما باز است، تو مجبور نیستی آغوشی که دوست نداری در آغوش بخوابی. و بعد از نزول این آیت پیامبر به همسرانش میگه که این حکم خداوند است، من همی هستم، زندگی من همیست، امکانات من همیست که شما میبینید. اگر دوست دارید با من زندگی بکنید به خدمتشون، اگر نمیخواهید با من زندگی را ادامه بدهید، برید با فامیل هایتان مشورت کنید، راه باز است، شما مجبور نیستین. تو یک اعلان امروز در افغانستان بدی برای 24 ساعت یا 48 ساعت، بگویید نظر به حکم خداوند، نظر به نص صریح قرآن، هیچ زنی مجبور نیست ازدواج تحمیلی رو تحمل بکنه، ازدواج اجباری رو تحمل بکنه. کسانی که نمیخوان با شوهرانشان زندگی بکنن آزادن از نظر حکم خدا و رسول. و تو باز ببین که چی اتفاقی در این جامعه میفته. نمیتون مجرد میمانید در و در و خاک به سر سرگردان. چرا؟ چون بسیاری از این ازدواج ها مصلحتی، والا سیب مصلحت ایجاب میکنه ما می کار انجام بدیم. ازدواج های اجباری است، تحمیلی است، پدر و مادر پایش به یک کفش کرده، دخترکیم اگر همینجا رو قبول داری خب نداری عاقد میکنم. والله هرگز عاقد درست نیست در جایی که حق با دختریت است، در جایی که حق با پسریت است، در جایی که دین برش حق داده، همون دینی که این جایگاه پدری و مادری رو برای تو داده، همون دین این صلاحیت به حق رو برای فرزندت داده. کدام دینی دیگه نبوده، کدام خدای دیگر نبوده. نفرین بر عرف و عنعنات و رسم و رواجی که در تخلف با دین خدا قرار داشته باشه. نفرین بر کسانی که به نام عرف و عنعنات دین خدا را خدشه‌دار میسازن. کل زندگی یک انسان در باد و برباد میکنین. یک عمر او باید والا بسوس و بساز دختریم، آبرو داریم، ما عزت داریم. به خدا اگر تو آبرو به عزت میداشتی چنین اشتباهی رو نمی کردی. اگر تو آبرو به عزت می داشتی، کاش در کنار آبرو به عزتت انسانیت هم می داشتین، رحم و شفقت هم می داشتین، مهربانی هم می داشتین، حداقل به حق فرزند و جگرگوشی خودتان ظلم نمی کردین. من بار بار گفتم، من قاضی زاده ای که به میلیون ها انسان من صحبت میکنم، اگر امروز همسرم تصمیم بگیره بگه که من نمیخوام با تو ادامه زندگی بدم، والله لازم دم می کمره حاضر میشم، میگم همسر عزیزم تا این لحظه که با هم زندگی کردیم خوب،
سر از این لحظه که نمیخوای، بسم الله، اجباری نیست، اکراهی نیست، تو مجبور نیستی با من بسوزی و بسازی. مگر همون خدایی که گفته ازدواج همون خدا نگفته طلاق؟ یک حکم خدا را برای خود مایه فخر میدانین، دستاویز جور میکنین، والله الله گفته ازدواج، و یک حکم دیگر خدا را برای خود مایه ننگ و شرمساری میدانین. والله طلاق ننگ است، طلاق چنین است. دختران رسول الله طلاق شد ننگ نبود، زنان صحابه طلاق شد ننگ نبود، برای ما و تو که رسید ننگ است؟ اصلا بیننگی و بیغیرتی اون است که تو یک عمری با اختلاف و نزاع و کش و جنجال و دعوا زندگی میکنی، تو با حیات انسان بازی میکنی، مرتکب ظلم میشوی، مرتکب پایمال کردن حقوق جانبین میشوین. بیننگی این است. پایان تلخ به مراتب بهتر است از یک تلخی بی پایان. چند روز مردم به جامعه برید حرف میزنن بس ساکت میشون، حداقل از این رنج که خلاص میشوید. دختران عزیزم، جوانان عزیزم، فرزندان عزیزم، نوجوانان عزیزی سرزمین، در جایی که خدا و رسولش برای شما حق داده به نص صریح قرآن و کتاب خدا و سنت رسول صلی الله علیه وسلم، برای هیچ کسی حق ندید که حق را شما بگیرد، پایمال بکند. به نام عرف و عنعنات و رسم و رواج و قوم و فلان و آبرو و عزت و بزرگواری اجازه ندهید برای کسی. این حق شماست. حق گرفته میشه، داده نمیشود. و من خواهشم از بزرگانی که در رأس قرار دارن این است که چنین ازدواج های پیگرد قانونی قرار بدهید، اجازه ندهید و حیات این دسته های گل بازی بشود. و منظور و مقصد من تنها یک ویدیویی نیست، ویدیوی خاصی که فقط در فلان صفحه و فلان صفحه نشر شده یا در میدیا و صفحات دست به دست میشه. و هدف این است که ما شاهدی هزاران ازدواج اجباری و تحمیلی در جامعه خود هستیم در گوشه به اطراف افغانستان. شماهایی که همین برنامه را میبینید، به صحبت میشنوید، در بین قومتان، فامیلتان، محیط و منطقهتان، اقربایتان، خویشاوندانتان چند نمونه را از این ازدواج ها شاهد بودید. طفلکای عزیزی به سن بسیار پایین کو هنوز معنا و مفهوم زندگی رو به معنای واقعی نمیفهمه و اصلا نمیدانه شوهرداری یعنی چی، ازدواج یعنی چی. از فامیل من گرفته تا دیگران متاسفانه با این مصیبت و با این جنجال گرفتار ما. حالا اگر عیانا یک دختر راضی هست که خب راضی هست، اما اونهایی که راضی نیستن به زور اونها را به عقد نکاح در می آورید که در روز عروسی که باید او لبخند داشته باشه، در روز عروسی که باید او شادی داشته باشه، خوشحالی داشته باشه، سرور و شادمانی داشته باشه و بهترین روز زندگی و خاطر سازترین روز زندگیش باشه، در اون روز او آثار حزن و غم و اندوه بر چهره‌اش باشه. کجای این منطق است؟ کجای این دین است؟ موفق و مؤید باشید.